اونجا که خیلی ناراحت شدم روز دوم تو بیت بود. روز اول ما از همون دقایق اولیه رفتیم، حالا به مشکلاتی که وجود داشت رفتیم داخل و من خودم شروع کردم به خاموش کردن آتش و یه تعداد پیکرها رو درآوردن. ما خودمون باور نمی‌کردیم، ولی وقتی که حضرت آقا در اومد باورمون شد که اون لحظه آقا و خانواده‌اش اونجا بوده و واقعا خودم دلم سوخت که اینقدر حرف میزنن، اینقدر شایعه میکنن که کاخی دارن و جاهای بسیار امنی دارن. تا چه حرفا. فرداش گفتن که آقا پیکر نوه آقا پیدا نمیشه. فردا رفتیم و خود من با یک دو تا بچه‌ها رفتیم اتاق بغل منزل آقا که منزل دخترشون بود. اونجا گشتیم و پیکر نوه کوچیکش که 14 ماهش بود که بسیار هم دختر زیبایی بود، عکسشو بعداً من دیدم چون خودش یه آسیب دیده بود، اما پیکر سالم بود. درشو بردیم، مثلا با همه وجود سوختم. خیلی دلم سوخت که نوه آقای دختر بچه کوچیک و تو جنگ در کنار پدر بزرگش.